محمد شریف سلیمان از زمره آن پهلوانان نامدار تاجیک است که در بین مردم شهرت خاصه دارد. او در بانفوذترین مسابقات گشتی سامبو تاجیکستان را با موفقیت معرفی نموده است. محمد شریف که در واقع نامبرداری اصیل عنعنه‌های سنتی گشتی اجدادی است، میگوید هنوز از آوان کودکی به گشتی شوق پیدا کرده است. در زادگاهش دهه راوند ناحیه ونجی بدخشان خرد و بزرگ به گشتی توجهی زیاد داشتند و توی معرکه ها با برگزاری سبقت پهلوانان شکوه و شهامت خاصه پیدا می کرد. در بالای قم و در بالای سبزه و در بالای همون چی کم کم با یکدیگر خیلی کودکو با یکدیگر گشتیگیرک میکردیم که کیره میزدیم. بعد کلانتر کشیدیم، بعد در معرکه شرکت ورزیدیم. محمد شریف از آن زمانی که به دوشنبه آمد و دانشجوی دانشکده ورزشی تاجیکستان گردید، حیات خویش را کاملا به ورزش بپیوست. وی زیر سرپرستی مربی مشهور اسمت عبداللهیف پیوسته تمرین کرده مهارت گشتیگیریش را تکمیل میداد و در مسابقات مختلف شرکت می‌ورزید. در یک مدت کوتاه نام محمد شریف پهلوان ورد زبان‌ها شد. شهرت او بیرون از جمهوری هم پهن گردید. اولین ماشینی که من سال 85 سین سالم با سین سال نگاه نکرده، اولین ماشینی که رئیس شهر مونده بود سال 80 ماشین نیو گشتین در همین باغ مرکزی شد، در جای دوره بود. در همونجا اولین ماشین ما گرفتیم و این اشتر و این متاکسیکل و این بزرگا و گوسفند خیلی بسیار گرفتیم. محمد شریف پهلوان را دوستانش شریف شاعر هم نام میبرند. کتاب او با نام چهارپاره دل نشر شده است. افسوس که دوره جوانی بگذشت، 60 فصل بهار زندگانی بگذشت. یاران همه بر قدر جوانی برسید، جوانی ما به پهلوانی بگذشت. با یک مرد 40 هنر کم است گفتند. محمد شریف پهلوان از زمره چنین مردان است. او هنگام فراغت همراه دوستانش سرودخوانی میکند و خود در نواختن دوتار و دایره مهارت خوب دارد. دایره باز میگن در مردم همین کوهستان در بسیاری جایها است. این شو و روز میبرارن فقط به دایره مردا. یکی ها قصه میگن، دیگر ها قاشق میگن. در جای ما این در کلوب هم معمول است، در دیگر جاها هم هستند و امین توی برآوردن شهود بردن عروس همین بعد زمزمه میکنن دایره قطعی. این از اون چیزای از کهنه ماندگی از هم بابی اجدادی ما اومده ایستاده است. این در بسیار محفلایی که به همین یارو دوستا بشینیم امین کم کم بعض میکنیم، بعد دوتار نوازی میکنیم، صحبت شیرین میشه. شغل دیگری دوست داشته محمد شریف پهلوان پرستش پرندگان است. به خصوص او به کبک توجهی خاصه دارد. خاکداران سر که در او دردسری نیست. یک دردسر در زندگی باید باشه، یک شغلی باید انسان داشته باشه، چون که این خیلیش هم به هیچ هم اینش هم وای ندارد، یک اینترست ندارد. این برای همین انسان باید در زندگی یک شوق و هوس به حیات نسبت به یک حیوان، به یک شغل، به یک هنری است. مثال محمد شریف سلیمان آرزو دارد که شاگردانش به مثل همسبقش سید مومن رحیموف در رشته سامبو به عنوان قهرمان جهان مشرف شوند و این رشته ورزش به برنامه بازی‌های المپی شامل گردد.